بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین درس خود از کتاب دروس اللغة العربیه لغیر الناطقین بها آغاز میکنیم. البته این کتاب دکتر فا عبدالرحیم تألیف کرده و در چندین پوهنتونها در دول خلیج ای تدریس میشه. البته برای کسای تدریس میشه که زبان اصلیشان عربی نیست و بسیار کتاب مفید و کتاب خوب واقع شده و کسی که تماما 4 جز داره، هر 4 جز از ایره اگر ختم بکنه و خلاص بکنه انشاءالله که در زبان عربی مسلط می باشه و مشکلی نمی داشته باشه، یعنی میتونه کتابای عربی را به راحت بخونه و معنایش بدانه. از درس اول شروع میکنیم. در درس اول و خاصتا در صفحه اول عنوانش است هذا. هذا اسم اشاره است به معنای این و رسمهایی که در پیش روی خود میبینیم عبارت از خانه است، مسجد است، دروازه است، کتاب است، قلم است، کلیس، میز است، تخت خواب است و چوکی. هذا بیت، این خانه است. هذا مسجد، این مسجد است. هذا باب، این دروازه است. هذا کتاب، این کتاب است. هذا قلم، این قلم است. هذا مفتاح، این کلید است. هذا مکتب، این میز است. هذا سریر، این تخت خواب است. هذا کرسی، این چوکی است. به صفحه دیگه انتقال میکنیم و در اینجا میبینیم که پیش از هذا ما اضافه شده و مام از علامات استفهام است، ادوات استفهام است. ما و همچنان همزه از جمله ادوات استفهام است و همچنان من که در این صفحه نیست و همچنان هل. حالا شروع میکنیم به ما. ما هذا یعنی این چیست. البته باید فراموش نکنین که ما برای غیر عاقل استعمال میشه، چنانچه در این صفحه تماما اکثر که میبینین این غیر عاقل است. ما هذا محاوره بین دو نفر است. ما هذا این چیست. جواب هذا بیت، این خانه است. باز دوباره تأکید میکنه اهذا بیت، آیا این خانه است. جواب نعم هذا بیت، بله این خانه است. ما هذا این چیست. هذا قمیص، این پیراهن است. اهذا سریر، آیا این تخت است. طوری که میبینید این چوکی است. مثل که یک کسی از شما پرسان کنه که آیا میز است، در حالی که او میز نیست، او صندوق است. میگین که لا هذا صندوق. در اینجا جواب بلا میایه در آغاز. لا هذا کرسی، نه خیر این چوکی است.
اهذا مفتاح، آیا این کلیست؟ طوری که شما میبینین این قلم است. لا هذا قلم، نخیر این قلم است. تمرین اول، در این صفحه استاد میپرسه، شاگرد جواب میده. ما هذا اشاره به کلیست. شما جواب بگوین هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. و به می ترتیب صفحه هفتم به صفحه هشتم و به تمرین دوم انتقال میکنیم و باز هم به خاطر پرکتس بیشتر سوال میشه اهذا بیتون؟ جواب شما میگوین که لا. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه خانه نیست. شما در جواب میگین که لا هذا مسجد. اهذا مفتاح؟ طوری که در عکس میبینین این کلی نیست. در جواب میگین که لا هذا قلم. اهذا قمیس؟ آیا این پیراهن است؟ طبعا این پیراهن است. در جواب میگین که نعم هذا قمیس. اهذا نجم؟ آیا این ستاره است؟ بله. در جواب میگین که نعم هذا نجم. با صفحه نوم و به تمرین سوم انتقال میکنیم که در ایجا بر ما میگوید اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. هذا مکتب، این میز است. هذا مسجد، این مسجد است. هذا قلم، این قلم است. هذا سریر، این تخت خواب است. ما هذا؟ این چیست؟ هذا کرسی، این چوکی است. اهذا بیت؟ آیا این خانه است؟ لا هذا مسجد، نخیر این مسجد است. ما هذا؟ این چیست؟ هذا مفتاح. دوستان گرامی، در حقیقت در اینجا چند چیز یاد گرفتیم. یکی هذا اشاره به قریب است و همچنان اهذا علامه سوالیه جور میشه ازی که آیا این، و همچنان ما هذا علامه سوالیه است، یعنی ما هذا و اهذا اردوش استفهامی است. این طوری که شما در اینجا میبینین ما هذا، اهذا و ما هذا. و همچنان کلمه لا و نعم. نعم اگر امو چیز راستی، امو چیزی که سوال کرده امو چیز بود، میگه نعم هذا بیتون، نعم هذا مفتاح و به می ترتیب. حالا انتقال میکنیم به یک کلمه جدید که عبارت از من است. من هذا. من همچنان از ادوات استفهام است. من هذا یعنی این شخص کیست، و من برای عاقل میآید و ما به غیر عاقل میآید. من هذا؟ هذا طبیب، این دکتر است. من هذا؟ هذا ولد، این پسر است. من هذا؟ هذا طالب، این شاگرد است. اهذا ولد؟ آیا این پسر است؟ طوری که میبینین این آدم بزرگ است، کلان است. در جواب میگن که لا هذا رجل، این مرد است. بعد از این به صفحه دوم انتقال میکنیم و در اینجا تمرین بیشتر بر ما میته، خاصتا ما
بعد از او من، بعد از او هذا و بعد از او هذا، باز لا و به می ترتیب. ما هذا، این چیست؟ هذا مسجد. من هذا، این شخص کیست؟ هذا تاجر، این تاجر است. هذا کلب، این سگ است. اهذا کلب، آیا این سگ است؟ فقط شما یک همزه را در اول اضافه کردین، ای به سوالیه تبدیل شد. اهذا کلب، میبینین که ای سگ نیست. میگوین در جواب لا هذا قط، نه خیر ای گربه است. هذا حمار، این خر است. اهذا حمار، آیا این خر است؟ لا هذا حصان، نه خیر ای اسب است. و ما هذا، و این چیست؟ هذا جمل، جمل یعنی شتر، این شتر است. به صفحه 11 انتقال میکنیم. در اینجا باز تمرین ماست و هازاست و من است و همچنان اهذا و لا به می ترتیب. ما هذا، هذا دیکن، این خروس است. من هذا، این شخص کیست؟ شما میبینین که ای استاد است و درس شرح میده. هذا مدرس، یعنی ای معلم است، درس میده. اهذا قمیص، آیا این پیراهن است؟ طوری که میبینین ای پیراهن نیست، ای دستمال است. لا هذا مندیل، نه خیر ای مندیل است یا دستمال است. تمرین: اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. ما هذا، شما ببینین که در امی 10 جمله تماما درس تقریبا در اینجا خلاصه کرده. یعنی ما، من، هذا، اهذا، لا و نعم به می ترتیب تماما چیزا را در اینمی فقره اخیر خلاصه کرده. ما هذا، این چیست؟ هذا قلم، هذا کلب. من هذا، هذا طبیب، هذا جمل، این شتر است. اهذا کلب، آیا این سگ است؟ لا هذا قط. اهذا دیکن، آیا این خروس است؟ نعم، بله. اهذا حصان، آیا این اسب است؟ لا هذا حمار، نه خیر ای خر است. هذا مندیل، این دستمال است. اهذا ولد، آیا این پسر است؟ نعم، بله. من هذا، این کیست؟ هذا رجل، این مرد است. دوستان گرامی، ای بود پایان درس اول ما. البته در اینجا چند چیز باید دقت بکنین. اولی که امی درس 2-3 مرتبه باید بخوانین تا ای که عربیتان و نطقتان در اینجا بهتر شوه. و دومی که کلماتی که در جمله استعمال میشه مثل ما، من، نعم، لا، ایره خوبتر پرکتس کنین و در جمله استعمال کنین. و همچنان کلمات عربی را در کتابچه هایی که دارین، کتابچه های 100 ورقه، ایره 2 ستون جور میکنین. هر صفحه را 1 ستون از این کلمات عربی را نوشته میکنین و در ستون مقابلش ترجمه فارسیشه و به این ترتیب. البته ما بسیار زیاد کوشش میکنیم تا هر فایل ما از 15 دقیقه زیاد نباشد، چرا به خاطر از این که ما در روان کردن ازی، فرستادن ازی مشکلات زیاد میبینیم. و اگر سوالاتی بود مربوط به این درس
میشه که با شما در تماس باشیم و او مشکلات حل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.